هم میهنان مبارز و آزادیخواه، شما با حضور شکوهمندتان در خیابانهای ایران و سراسر جهان دور تازه‌ای از انقلاب ملی ما را آغاز می کنید. از خیزش دی 96 تا آبان 98 تا خیزش مهسا، آنچه این انقلاب را با وجود سرکوب و خشونت بی اندازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر و فراگیرتر کرده، عزم و اراده پولادین شما ملت آگاه و شجاع است که دریافته اید راه نیکروزی و بهروزیتان از سرنگونی این رژیم ناایرانی و ضد ایرانی و جایگزین کردن آن با حکومتی ملی و منتخب می‌گذرد. این عزم و اراده، این شجاعت و آگاهی اما زمانی به پیروزی نهایی منجر خواهد شد که با همبستگی و سازماندهی حد اکثری همراه شود. هر خانه، هر کوچه، هر خیابان، هر محله، هر روستا، هر شهر، هر استان، تمام ایران و مکانهای اجتماع ایرانیان در بیرون کشور را به محل سازماندهی، مرکز مبارزه و محور همبستگی برای به زیر کشیدن این رژیم ضحاکی بدل کنید. در خارج از ایران صدای هممیهنان خود باشید و از نمایندگان منتخب خود در کشور محل زندگیتان بخواهید که از هر حزبی که هستند حمایت حداکثری از ملت ایران و فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار مشترک خود قرار دهند. در این مسیر ناامیدی و تفرقه آفت مبارزه است. اجازه ندهید تفرقه انگیزان در گوشتان آیه یأس بخوانند. تاریخ چند هزار ساله خود را مرور کنید. به انقلاب پرشکوه مشروطه بنگرید و فاتحان مشروطه خواه تهران را به یاد آورید. شما میراثدار آن بزرگان هستید. شما ادامه دهنده راه جاویدنامان ما هستید. ایران معبد ماست و شما نگهبانان آن هستید. اجازه ندهید بینتان دوگانه‌های کاذب ایجاد کنند. اجازه ندهید شما را بر اساس باور و مذهب، جنسیت و قومیت و زبان، داخل و خارج و حتی رده سنی دسته دسته و از هم جدا کنند. ما همه یک ملتیم و دولت ملی در ایران متعلق به همه ایرانیان خواهد بود. ققنوس ایران پس از 4 دهه تکاپو از خاکستر خود برخاسته و نور آگاهی دوباره تابیدن گرفته است. شیران ایران بیتابانه می‌غرند. انقلاب ملی ما پیروز خواهد شد و قطار ایران دوباره بر روی ریل ترقی و تمدن قرار خواهد گرفت. خورشید حقیقت جان و جهان ایران را گرما خواهد بخشید و سیمرغ آزادی دگرباره در آسمان ایران به پرواز خواهد آمد. آن روز نزدیک است.